سلام، صبح بخیر خدمت رفقا. من داش قیامتم، حاجی جانگولر. آپتینم که خودتون میدونین دیگه، شاکوس آسمیلان. با داش قیامتم، همون صیاد من. این سامیار اصلا هر کی سامیار رو میبینه عاشقش میشه. الان آپتین عاشقشم، میگه میخوام اینو بگیرم ببرم عقد بکنم. گفتم پدرت بخور. ببین دست رو پای سامیار بردار. آقا داریم میریم یه ورزش بکنیم. یه دونه از این ساعت الان اینجا 7:30 8 صبح. هیچ کدوم گفت ثانی گفت سولدات شد یا شد یا نشد. آقا